با درود خدمت همه شما بینندگان خوب کانال مکائد. من ابو اسحاق هستم و با یک درس دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. مبحث درس امشبمون جلب و تهییج قرین هست به واسطه قسم ملک ابادیباج العامری ملک القرنا. خب به جهت انجام این عمل در هر شبی به غیر از شنبه و سه شنبه، به غیر از شنبه و سه شنبه و چهارشنبه، به غیر از این سه شب، در هر شبی بعد از 12 شب، بعد از نیمه شب به اتاق خلوت خودتون میرید به جهت انجام این عمل. ابتدا تحسینتون، چون عمل با توسط قرین هست، تحسینتون به سوره قاف هست. سه بار سوره قاف رو میخونید و تاکید میکنید به محافظت از قرین. این تحسینتون هست. بعد از اون صرف امار مکانتون به سوره زلزال. بعد از صرف امار مکان به روی 21 برقه کاغذ سپید رنگ، این طلاسمی رو که الان براتون می‌نویسم روی 21 برگه با مشک و زعفران و گلاب یا با همون حبر روحانی، مشک و زعفران و گلاب، این طلسمات رو می‌نویسین به روی 21 برگه. طلسم اول 1 9 واو تا 3 4 و 5 تا رمز حرف میم. بعد از اون 2 1 2 5 مغربی 1 1 1 حرف ها مجدداً 1 لا 2 حرف تا. بعد از اون عین به این شکل رمز 3 تا 1 و در نهایت این رمز به این شکل. این رموز رو به روی 21 برگه کاغذ سپید رنگ بدون خط میکشین. درون هر برگه یک حبه لبان ذکر. درون هر کدوم از این حجاب ها، یعنی 21 برگه می نویسین، 21 برگه رو حجاب میکنین، توی هر برگه یک حبه لبان ذکر قرار میدید. بعد از اون یک آتشی روشن میکنید یا توی همون مبخره خودتون به روی زغال و این 21 حجاب رو به روی هر کدوم 21 بار قسم ملک ابادیباج رو 21 بار به روی هر حجاب میخونید. یعنی حجاب اول رو میذارین به روی زغال درون آتش و شروع میکنید قسم ملک ابادیباج رو 21 بار میخونید. بعد حجاب دوم به همین شکل این قسم رو به روی هر حجاب 21 بار میخونید تا 21 حجاب تموم بشه. حالا قسم رو براتون مینویسم. اقسمت علیک یا ابادیباج به حق الشامخ الطامخ الذي له الأسماء الحسنى وصفات
وصفات العليا أجب وتوكل بجلب كذا إلى كذا. اینجا توکیدتون می‌نویسین به جلب قرین فلان الی فلان به حق الیاقوشن. هر کدوم از این اسماء رو دوباره الیاقوشن صاهن طاهن تیهن مهن لهوجن. بعد از لهوجن این جیمه لهوجن و به حق اهیه شراهیه ادونای اسفاوت آل شدای الوحا العجل الساعة. خب این هم قسم ملک عبادی باجه که باید 21 بار به روی هر کدوم از این 21 حجاب بخونید. اقسمت علیک یا عبادی باج بحق الشامخن الطامخن الذي له الاسماء الحسنى وصفات العليا اجب وتوكل بجلب مثلا فلان الى محبت و عشق فلان بحق الیاقوشن سهن طهن تیهن مهن لهوجن و بحق آهیه شراهیه ادونای اسباوت آل شدای الوحا العجل الساعة. این رو 21 بار به روی هر حجاب میخونید. در پایان 21 حجاب وقتی که هر 21 حجاب رو سوزوندین در نهایت اسراف خدامتون رو انصرفو یا خدام الى قضاء الحاجتی به سوره زلزال. اگر شما مبتدی هستین و انصراف خدام، تحسین، صرف عمار اینها رو وارد نیستین و بلد نیستین، میتونید به کانال اول ما برین، یعنی به کانال مجربات ابو اسحاق برین که در زیر ویدیو برای شما گذاشتم. آدرس کانال اول رو زیر براتون قرار دادم که میتونید به کانال اول برید و اگر مبتدی هستین تحسین، صرف عمار، اسراف خدام و همچنین موارد دیگه که به جهت مبتدیین هست رو میتونید برید در کانال اول ما مجربات ابو اسحاق و در اونجا اون موارد رو میتونید آموزش ببینید. خب عزیزان اینجا درس ما به پایان میرسه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.